وحی باب پنجم. و در دست راستی نشیننده تخت کتابی دیدم که از درون و از بیرون نوشته و با 7 مهر بسته شده بود. و فرشته قوی دیدم که با آوازی بلند ندا می کند: کیست سزاوار آن که این کتاب را باز کند و مهرهای آن را بردارد؟ و هیچ کس نه در آسمان نه بر زمین نه در زیر زمین نتوانست آن کتاب را باز کند و به آن نظر اندازد. و من بسیار گریستم درباره آن که هیچ کسی سزاوار یافت نشد که آن کتاب را باز کرده خواند یا لااقل به آن نظر اندازد. و یکی از آن پیران به من گفت: گریه نکن، اینک شیر از سبط یهودا که ریشه داوود است غالب آمد تا کتاب را باز کند و 7 مهر آن را بردارد. و نظر انداختم و اینک در میان تخت و آن 4 حیوان و در میان آن پیران بره مثل ذبح شده ایستاده است و 7 شاخ و 7 چشم دارد که آنها 7 روح خدا هستند که به تمام زمین فرستاده شدند. و او آمده کتاب را از دست راست نشیننده تخت گرفت. و هنگامی که او کتاب را گرفت، آن 4 حیوان و 24 پیر پیش بره افتادند، در حالتی که هر یکی بربطها و کاسه های طلای پر از بخور داشت که آنها دعاهای مقدسان هستند و سرودی نوی خوانده میگویند: تو سزاوار آن هستی که کتاب را باز کنی و مهرها را از آن برداری، زیرا که تو ذبح شدی و با خون خود ما را برای خدا از هر سبط و زبان و قوم و قبیله خریدی و ما را پادشاهان و کاهنان خدای ما گرداندی و ما بر زمین سلطنت خواهیم راند. و دیدم و آواز فرشتگان بسیار را شنیدم که گرداگردی تخت و آن حیوانها و پیران بودند و شماره آنها بیورها بیور و هزارها هزار بود که با آوازی بلند می گفتند: بره ذبح شده سزاوار آن است که قدرت و ثروت و حکمت و قوت و شوکت و جلال و برکت بیابد. و هر آفریده‌ای که در آسمان و بر زمین و در زیر زمین و در بحر است و هر آنچه در آنهاست شنیدم که میگفت: نشیننده تخت و بره را برکت و شفقت و جلال و سلطنت باد تا ابد. و آن 4 حیوان گفتند: آمین. و آن 24 پیر افتاده به او که تا ابد زنده است سجده کرده.